دور میکنه. همچنان کار گره خورده اما پرتاب برای پرسپولیس شکل گرفته. باشگاه آلومینیوم که در فوتسال هم در لیگ برتر حضور داره، فردا که فوتسالش با مثل سنگون بازی داره در لیگ برتر فوتسال. گوهری کوتاه کار میکنن، به سمت راست میبرن. قهاری، پرتاب برای آلومینیوم شکل گرفته. آیه حیدری اشاره میکنه از همون جایی که توپ به بیرون رفته باید بازی رو آغاز کنن و پرتاب رو انجام بدن. توپگیری خوب از نوری، یه لحظه اشتباه از بهرامور و یه لحظه اشتباه از بهرامور. چه باهوش عمل کرد امیر نوری بود. چه کار کرد علیرضا بهرامور و ورزشگاه منفجر میشه. یه لحظه دید بهرامور بیرون اومده، بلافاصله از همونجا دروازه این دروازه‌بان رو باز کرد. امیر نوری، گفتم که هافک خوبی رو نگاه کنید انصافاً از کجا زد کاپیتان امیر نوری. بهرامور هر چقدر به بدنش کش داد موفق نبود. علیرضا بهرامور تصورش رو نمی‌کرد که از اونجا امیر نوری توپ رو در دروازه قرار بده. قبل از بازی با هم صحبت کردیم، گفت امروز من امیدوارم که بتونیم ببریم و گلم بزنیم. بلافاصله دو تعویض در دستور کار قرار میگیره. از نمای دیگر امیر نوری و این توپی که درون دروازه قرار گرفت، بازی قطعا زیباتر خواهد شد. پرسپولیس نمیخواد بازی رو ببازه. نبیل باهویی و وحید امیری به زمین خواهند رفت. وحید امیری که خوشحالیم بعد از مدت‌ها این بازیکن با اخلاق از آسیب دیدگی خارج شده و به جای شهاب زاهدی و